میگفت یه ماه نشده بود که با یه دختره آشنا شدم. تو همین زمان که من عاشق طرف شدم. یه شب با رفیقامون نشسته بودیم، رفیق صمیمی من بود. گفت داداش فکر میکنم این دختره خیلی داره اذیتت میکنه، رفتارت کلا عوض شده، همش عصبی، برش کن بره، از سلامتیت که واجبتر نیست. میگه منو جو گرفت، یه دونه گذاشتم تو گوش رفیق 20 سالم، گفتم اتفاقا اون دختر خوبیه، تو رفیق نیستی، چش نداری ببینی من یکیو بیشتر از تو دوست دارم. میگه تو جمع زدم تو گوش رفیقم، اون هم تفلکی چی نگفت، بر کرد و رفت. گذشت، بعد از 2 ماه دختره منو ول کرد، فهمیده بود پولی تو بساط ندارم، گفت من و تو نمیتونیم با هم آینده‌ای بسازیم. میگه بهش گفتم من به خاطر تو زدم تو گوش رفیق 20 سالم، دل مادرمو شکستم فقط به خاطر تو. ولی اون تو جواب گفت همه اینا وظیفت بود، کاری واسه من نکردی. میگه عاشقش بودم، نفهمیدم، گند زدم، رفیقام و خانوادم و دور و بریام از